تا حالا شده یه میوه بخوری و احساس کنی حال دلت خوب شده؟ یه مشت گیلاس کوچولو هم میتونه خوابتو بهتر کنه، هم پوستتو برق بندازه، هم وزنتو بیاره پایین. باورش سخته ولی علم پشتشه. تو این ویدیو قراره با هم بریم سراغ رازهای پنهان یه میوه خوشگل، خوشمزه و شگفت انگیز، اونم گیلاس. اصلاً گیلاس چیه؟ بذار یه کوچولو دربارش بدونی. گیلاس فقط یه خوراکی تابستونی نیست. تو ژاپن از زمان سامورایی ها گیلاس نماد زندگی زودگذر بوده. توی طب سنتی خودمون هم گفته شده گیلاس سردی رو از دل آدم در میاره. انواع مختلفی داره، شیرین، ترش، سیاه، زرد، ولی همشون یه چیز مشترک دارن: بمب خواص باور نکردنی هستن. بیا بریم سر اصل مطلب. گیلاس دقیقاً چه کاری برای بدن ما میکنه؟ 1. ضد التهاب قوی. داخل گیلاس ترکیبی داریم به اسم آنتوسیانین، همون رنگ قرمز تیرش. این ماده باعث میشه التهاب‌های پنهان بدنت آروم بگیرن. 2. کمک به قلب. پتاسیم گیلاس مثل یک کلید عمل میکنه، فشار خون رو تنظیم میکنه و میذاره قلب سبکتر بتپه. 3. سمزدایی کبد و کلیه. گیلاس به دفع اوریک اسید کمک میکنه. واسه کسایی که نقرس یا مشکلات کلیوی دارن معجزه است. 4. تقویت سیستم ایمنی. ویتامین C و ترکیب‌های ضد باکتری داره، بدن رو آماده جنگ با ویروس ها میکنه. 5. مبارزه با سرطان. تحقیقاتی هست که میگه آنتی اکسیدان های گیلاس رشد سلول های سرطانی رو کند میکنن. هنوز قطعی نیست ولی خیلی امیدوار کننده است. حالا برسیم به یه خاصیت خاص‌تر: خواب. گیلاس یکی از معدود میوه هاییه که ملاتونین طبیعی داره. ملاتونین اون هورمونیه که بدن تو واسه خواب شب آماده میکنه. اگه شبها بیداری، فکر و خیال داری، یه مشت گیلاس بخور نیم ساعت قبل خواب، جادو میکنه. تازه ترکیبات ضد التهابی گیلاس استرس و اضطراب رو هم کم میکنن. واسه همین روان پزشکا هم بهش توجه خاصی دارن. میخوای پوستت نرم و شفاف باشه؟ موهات کم پشت شده؟ گیلاس سرشار از ویتامین های A، C، بتا کاروتن و آب زیاده. این یعنی ضد چروک، روشن کننده، مرطوب کننده طبیعی، کمک به کلاژن سازی پوست. نوبت خاصیتی رسیده که همه دنبالشن: لاغری. گیلاس فیبر داره، قندش طبیعیه، کالریش کمه ولی حس سیری قوی میده. با خوردنش قند خون سریع بالا نمیره و باعث ولع نمیشه. حالا ورزشکارا گوش بدن. گیلاس باعث میشه درد عضلانی بعد تمرینات شدید زودتر بره. توی المپیک لندن ورزشکارای بعضی تیم‌ها از آب گیلاس ترش استفاده میکردن. البته یادت باشه زیاده روی نکن. قند طبیعی هم اگه زیاد بشه اذیت میکنه. کسایی که دیابت یا مشکل کلیه دارن باید با مشورت پزشک بخورن. گیلاس فاسد یا کمپوت شده خاصیت‌هاشو از دست میده. خب دیدی؟ یه میوه کوچولو با کلی خاصیت عجیب و غریب، از پوست و خواب و لاغری بگیر تا قلب و اعصاب. حالا سوال من اینه: تا حالا کدوم خاصیت گیلاس رو تجربه کردی؟ توی کامنت برام بنویس. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک فراموش نشه و حتما سابسکرایب کن، چون قراره کلی از این ویدیوهای علمی خوشمزه داشته باشیم. تا دیداری دیگر، بدرود.